السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران مهربان. امروز ما در شهر استانبول در جشن میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داریم و امروز دوستای عزیز ما در رادیوی آزادی شنیدیم که حرامزاده سید مکران تنقید به وصال حق کردگی است. ببینید دوستای عزیز، در یک دولتی که دولت دموکراتی است، در اینجا مسلمان ها به طور آزاد صحبت میکنند و جشن پیغمبر هم میگیرند و هر چیزی که میخواهند آزادانه میکنند، اما در دولت دموکراتی ما امروز سید مکران تنقید از یک شبکه‌ای که تمام جهان اعتراف به او کردگی است که میدونند که کانال وصال حق یکی از کانال های بهترین اسلامی جهان است. امروز کمیته دین بر علیه شبکه وصال حق تنقیدها کردگی است که در مملکت ما این گپ نیست. شما که وقتی خودتان حق میگیرین، وقتی که شما خودتان حق پرست میگیرین، شما دفاع فقط از یک ظالم نکنید، شما دفاع از دین پروردگار بکنید. ایرا به همه شما دوستای عزیز معلوم است که امروز کمیته دین یک کمیته پرداش نشدگی است که فقط دفاع از یک ظالم میکند. ببینید که تا 35 ساله محدود شدگی است و تهدید شدگی است که اینها باید حج نروند، ادای حج نکنند و اینها هم برای ستر و حجاب کردن اینها تنقید کردند و ممانعت و محدودیت گذاشتند و همچنان هزارها مقدسات اسلامی ما پایمال شده. اما امروز سید مکران تنقید میکند. بدبخت، بیا یک بار ترکیه را ببین چی نمود اسلام اینها احترام میکنند، اما تو فقط از یک ظالم پشتیبانی میکنی. ما این حرکتی که ما کردیم این فقط یک قدم اولین ما بود. انشالله روزهای آینده حرکت های میبینید که شما خودتان در تعجب و در حیرت میمونید. شما فکر میکنید که کانال وصال حق از بین ببرد و یا که برقبول کنید. شما اینها را اگر به هر سو راهی که شما ما را قطع کنید، ما انشالله از هزار راههای دیگه کوشش میکنیم که حقیقت به مردم برسونیم، تا که مردم بفهمند چهره واقعی شما را، تا که مردم چهره اصلی شما را بفهمند که شما خائنای دین و خائنای وطن و خائنای ملت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستید. برای می برادرای عزیز از شما ما خواهش میکنم که شما از حقوق خودتان دفاع کنید. ما در یک دولت دموکراتی قرار داریم که باید از حقوق خود ما دفاع کنید. سید مکران لعین ببین که از دین اسلام چقدر دفاع میکنن، برای پیغمبر چقدر مسلمان ها دفاع میکنن. تو باید Nisan ayının 20'si kameri aylardan Rabi'l evvel ayının 12. gecesi Mekke'de mütevazi bir ev, günlerden pazar ötesi, vakitlerin sultanı, seher vakti ve kainatın efendisi, eşsiz önder Hazreti Muhammed dünyaya nur gözlerini açtı. Bu göz açışla birlikte alem sanki birden elem ve matemini unutarak sürura gark oldu. Karanlıklar anında nurla yıldızı verdi. Kainat sevinç ve heyecan içerisinde adeta doğduğu saatte sultanı din nura gark oldu. Semavat o zemin. Hoş geldin. Hoş geldin ey derden elman. Hoş geldin ey gönüllere tabip. Hoş geldin ey kurtuluşun önderi. Hoş geldin ey eşsiz önder. Hoş geldin ey Muhammed Mustafa. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rabbim bu avazınızı kıstırmasın inşallah. Şimdi de dilerseniz Peygamberi iklime Mustafa nurunu evvel buldular, sevdi onu Kerim-u Kirdigar. Her netilli kim saadet vardır, yaşlı huyum
وطن ما هم دین همه خیلی آزاد میشود انشاءالله. السلام علیکم برادران. بینه که امروز در شهر استانبول برای پیغمبر ما دفاع کرده و برای دین اسلام دفاع کرده شده. در تاجیکستان ما باشه چی سطر و حجاب را منع میکنند، بر دین اسلام میخیزند، مردم ریشت مانده نمیمونند. عیسی مکرم میره دانسته که اول در پیش مردم جواب میدی بعد در پیش الله. این را دیدیم که امروز چین نمود آزادی در یک دولت دموکراتیک. انشاءالله در وطن ما هم دین همین آزاد بکنیم انشاءالله.